امروز 27 دکبر است و شما برنامه خبری رادیو زودیرم مستقیما تماشا دارید. شالوی گلخوجه هستم. سلام. در 15 دقیقه دیگر این موضوع را خواهیم داشت. مشتریان در تاجیکستان میتوانند در 3 روز آینده پولهای خود را از زلاتای کرونا بگیرند. بعضی‌ها این مهلت را انتظار نشدند. آوردم دادم شما. برای چی بانک نفرستادند؟ نتونستن آخه دایجا گرفتن از روزان. مهاجران تاجیک در عرفه سولینه و از بازداشت‌های سرتاسری و به اساس مقامات انتظامی در روسیه شکایت میکنند. به وعده کار شریکش باور کرد و خانه‌اش را به گروی بانک گذاشت. بالاخره هم از 40,000 دلار محروم شد و هم با مصادره خانه روبرو گشت. من که این وابشه عموما نمیشناختم، پیش وابشه هم نمیدونستم. گفتی 3 روز و گفت من میرم ترکیه، از بار میرم تو به هم بار میبیارم. صبح امروز 10 مسافری هواپیمای شرکت قزاقی نتوانستند از فرودگاه الماتو به پایتخت قزاقستان برسند. هواپیما در حال بلند شدن سقوط کرد و چندین نفر هلاک و مجروح گردیدند. نمایندگان گروه‌های نجات از ارائه آمار دقیق فوتیدگان و آسیب دیدگان این صدمه خودداری می‌ورزند. برای تحقیق سبب‌های حادثه کمیته حکومتی تأسیس یافته است. کامر سیاتو موضوع را ادامه می‌دهد. هواپیمای شرکت بک ایر با 95 مسافر و 5 هیئت پرواز روز جمعه و بعدی به هوا خیستن در نزدیکی الماتای قزاقستان سقوط کرد. مقامات قزاقستان از هلاکت دست کم 14 نفر خبر دادند. 22 کس دیگر در حالت وزنین به بیمارستان برده شدند. با اطلاع کمیته اویاسیای گرجدانی، هواپیمای فاکر 100 به پایتخت قزاقستان شهر نورسلطان پرواز داشت، اما هنگامی بلند شدن به هوا به دیواری بتانی و پس از آن به بینای 2 آشیانه برخورد. هواپیما صبح بر وقت پرواز کرد. خبرنگار رایترز که همان وقت در راه به سوی فرودگاه بود میگوید این منطقه را تومن یا میغ فرا گرفته بود. محل سقوط هواپیما دهه امریکا در پس خط پرواز جایگیر است، از 4 طرف بسته شده است. در نوارهای وزارت کارهای داخلی قزاقستان که از جای حادثه برداشته شده است دیده می شود هواپیما به 2 تقسیم شده است. همچنین بینایی که به آن هواپیما برخورده بود ویران گردیده است. شرکت هواپیمایی قزاقستان بک ایر که هواپیماهای استحصال هلند فاکر 100 را استفاده می کند هنوز حادثه را شرح نداده است. مقامات نیز درباره سبب‌های احتمالی صدمه هیچ فرضیه را پیشنهاد نکردند. مقامات کمیته اویاسیونی گفتند تا انجام تفتیشات پروازهای این نوع هواپیما را باز می‌دارند. پرزیدنت قزاقستان قاسم جومرت توقیف در توییتر به نزدیکان فوتیدگان اظهار همدردی کرد و وعده داد که گناهکاران صدمه را جزا خواهند داد. بانک ملی تاجیکستان اعلان نمود ساکنان برای دسترس کردن مبلغ‌هایی که طریق نظام زلاتای کرونا فرستاده شدند 3 روز فرصت دارند. اما این قرار با آن پول‌های داخل دارد که تا 3 دکبر از خارج به تاجیکستان انتقال یافتند. بعد به کار انداختن مرکز ملی انتقال پول در بانک ملی نه تنها در دو گرفت مبلغ مشکل به میان آمد، بلکه به قرب روبل روسی در تاجیکستان تاثیر گذاشت. جزئیات را از مولا رجب یوسفی میشنویم. طبق اعلان بانک ملی تنها 3 روز از 28 تا 30 دکبر آنهایی که طریق نظام زلاتای کرونا به تاجیکستان مبلغ فرستادند می توانند پولهای خود را از امانت بانک دریافت کنند. این اعلان در پی شکایت صدها مهاجر صدا می دهد که گفتند طریق نظام زلاتای کرونا به تاجیکستان مبلغ فرستادند ولی نزدیکان آنها نمی توانند در تاجیکستان این مبلغ ها را دریافت کنند. یک نازوکی دیگر تصمیم بانک ملی این است که تنها مبلغ هایی که طریق نظام زلاتای کرونا به تاجیکستان فرستاده شدند به نزدیکان مهاجران پرداخت کرده می شود که اگر آنها از 1 نوامبر تا 3 دکبر فرستاده شده باشند، یعنی تا زمان فعال شدن مرکز ملی پروسسینگی بانک ملی. مسئولین بانک ملی روز 27 دکبر در صحبت با رادیوی آزادی گفتند هدف از این تصمیم حمایت منفعت میزاجان بانک ها می باشد. قبلا بانک ملی از مهاجران خواسته بود اگر طریق نظام زلاتای کرونا به تاجیکستان مبلغ فرستادند باید آن را از روسیه بازخوان کنند، اما مقامات بانک ملی گفتند برخی مهاجران از روسیه مبلغ فرستاده خودشان به تاجیکستان آمدند و از این خاطر آنها امکانیت دادند که مبلغ خود را از امانت بانک بگیرند. میرعلی سعیدوف 53 سال دارد و از این 20 سال اخیرش را در مهاجرت پس سر کرده است.
او هفته پیش به وطن برگشت و همراهش پلیس چند مهاجر دیگر را نیز آورد، زیرا به گفته میرالی مهاجران 3 هفته اخیر در فرستادن مبلغ مشکل دارند و به دست هر نفری که به وطن می رود مبلغ می دهند تا به نزدیکان آنها رساند. 10,000 دادن، ما آوردم دادم شونا. برای چی بانک چی نفرستادند؟ نتونستن آخه دیگه گرفتن از مشکل در انتقال مبلغ به تاجیکستان ظاهرا حجم انتقال پول از جمله روبل روسی را به کشور کاهش داده است، برعکس سالهای پیش که در زمان بازگشت موسمی مهاجران قرب روبل پایین می آمد، امسال قرب روبل بالا رفته است. برخی بانکداران این را نتیجه ورود کم مبلغ از خارج کشور به تاجیکستان ارزیابی می کنند. مسئله انتقال مبلغ از آن جهت برای جامعه تاجیکستان مهم است که طبق حساب متخصصان هر 4مین خانواده در کشور از حساب مبلغ مهاجران روز می‌گذرانند. طبق آمار بانک ملی در 9 ماه سال روان مهاجران به کشور نزدیک 2.5 میلیارد دلار مبلغ فرستادند. مولا رجب یوسفی، شهلای عبدالله، آزادی، دوشنبه. اکنون از عذاب مهاجران میگوییم. چند روز این جانب از مناطق مختلف روسیه از جمله مسکو و اوفا کاربران با عنوان آزادی ویدیو نوارها را فرستاده از بازداشت سراسری و خودسرانه مهاجران از سوی مقامات انتظامی خبر میدهند. این نوارها تقریبا از یک صحنه عبارتند. دهها مهاجران را از جای کار و بازارها دستگیر کرده به دست بعضیشان حتی زولانه میزنند و به اتوبوس ها بار میکنند. همه آنها را به شعبه پلیس برده ساعتها برای تفتیش حجت‌هایشان نگاه می‌دارند. با گفته مصاحبان رادیو آزادی با وجود آنکه اکثریت بازداشت شده‌ها قانونی کار و فعالیت دارند، اما با این وجود به هر بهانه از آنها جریمه می‌ستانند. اینا برادرها بچه‌های مهاجر در شهر یوفا اینا ما را قپیدگیان ای درونی بازار هممون داکمنت داریم هممون اینا این مرد گرفتنیه اینجا بود چند کسش پاسپورتی روسی دارن اینا اینجا آوردن بود پیش عدل هر ماه 3800 میسپریم با اینا نگاه میخوام ما نمیدونیم چه کنیم اینا اینجا اومدیم هر یک کدوم ما را 10,000 اشتراف میگن. حامیان حقوق مهاجران در روسیه میگویند تقریبا هر سال در پیشروی سال نو مقامات انتظامی عملیات سراسری را در مقابل مهاجران میگذرانند که در بیشتر موارد غیر قانونی اند. در دیگر حدود روسیه هم این کار معمولی شده است و از طرف رهبران شعبه‌های وزارت کارهای داخلی این محل‌ها چونین یک عملیات ها گذرانده می شد که اینها همش غیر قانونی می باشند. و باز یک چیز دیگر رو باید فراموش نکنیم که در سیستم وزارت کارهای داخلی روسیه چونین یک عنعنه است که پیش اون رو پالشنی سیستم می گفتن نقشه و وقتی که اونها نقشه سال خود رو که باید که چقدر مهاجر رو آورده تفتیش کنن بود نشود اونها در آخر سال حرکت میکنن که این نقشه رو بود کنن چون که از رهبران بالایی گپ میشنوند. سالانه از تاجیکستان صدها هزار نفر با مقصد دریافت رزق و روزی به روسیه میروند. طبق اطلاع سفیر روسیه در تاجیکستان مبلغ‌های انتقالی مهاجران تاجیک به وطن تا آخر همین سال 3 میلیارد دلار را تشکیل خواهد داد. پرویز 11 ساله نورسی که رادیو آزادی در بورش گزارش داده بود به قول پیوندانش به بیماری سرطان پیروز آمده است. تابستان امسال پرویز از آن شکایت داشت که بنابر آموز بزرگ گردن به مکتب رفتن نمیتواند و درد او را هرچی بیشتر اذیت میدهد. آرزوی پرویز بیمار این بود که هرچی زودتر شفا یافته در سال نو خانیش به همسبقانش بپیوندد. پخش گزارش درباره این نابالغ کاربران رادیو آزادی را نیز بی‌طرف نگذاشت. زرنگیز نوروشو امروز با پدر پرویز صحبت کرد و قبل از برنامه من از او پرسیدم که آیا واقعا پرویز کاملا شفا یافته است؟ بله شهلا، پرویز بختالیف نورسی 11 ساله که آموز کلون در گردن اذیتش میداد پس از 6 ماه معالجه و 2 جراحی در مسکو شفا یافته به تاجیکستان برگشت. طبیبان بیمارخانه مروزوفسکی در روسیه که پرویز در آنجا معالجه میگرفت به نزدیکان او گفتند او دیگر کاملا شفا یافته است و رخصت کردند. پرویز با والدان روز 22 دکبر به دوشنبه برگشت. حالا در چهره و گردن پرویز از
اوموس نام و نشانه نیست. ظفر بختالیف پدری پرویز در صحبت با رادیوی آزادی گفت در مسکو طبیبان او را 5 مرتبه کیمیودرمانی و 2 بار جراحی کرده اوموس را خورد و بدن نیست کردند. برای نجات پرویز به گفته پدرش بیش از 2 میلیون روبل روسی برابر به 26,000 دلار صرف شده است. این مبلغ هم در پی یک معرکه خیریوی از جانب افراد خیرخواه و فوندهای مختلف جمع آوری شده است. اما اگر زرانگیز خطا نکنم پزشکان توجیک به معالجه یافتن پرویز خوشبین نبودند. درست تابستان امسال وقتی ما با پرویز و والدان او صحبت کردیم آنها میگفتند معالجه 1 ساله‌شان در بدخشان و دوشنبه نتیجه نداد و اوموس در گردن او هم تو رفت افزایش می‌یافت و یک قسمی چهره او را پره گرفته به گوش و چشمش هم رسیده بود. واقعا هم در مثال پرویز 2 نقطه روشن شد. یکی این که سخاوتمندی و کمک دست جمعی میتواند مشکلات درمانده را حل نماید و دوم در قرن 21 میشود بیماری سرطان را معالجه کرد. مهم از دست ندادن امید به زندگی و ادامه مبارزه با بیماری است. در این قسمت برنامه باز از یک بحث دادگاهی میگوییم. این نوبت حرف سر منزل می رود که صاحب ملک آن چند سال پیش برای گرفتن قرض سندهایش را در بانک به گرو مانده است. حالا صاحب این خانه دعوا دارد که او را نفر دیگر گمراه کرده است. بحث این منزل یکی را به زندان انداخت و کارمند بانک را تا به دادگاه کشاند. تفصیلات در گزارش شهلای عبدالله. برای این خانه که هنوز تعمیر را ندیده است چند سال باز بحث دادگاهی ادامه دارد. خانه در گرو اسپیتامین بانک است ولی به ادعای صاحبان آن روندی به اختیار بانک گذاشتن شتابکارانه صورت گرفته است. یک روز به همه چالا دکمنت ها کتی دکمنت های چالا کرده چند چیزا نمی رسید. همین کار یک روز به انجام یافتن و 40,000 دلار دادن. با قبل این صاحب ملک سال 2014 یک کارمند سابق اسپیتامین بانک با دسترس نمودن سندهای خانه رسمیاتی به گرو گذاشتن منزل را نادرست ترتیب داد که این اشتباه بحث ها و سرگردانی های را به میان گذاشت. اینجا با کارمند بانک 23 تا اشیبکش است، من خطاش است 23 تا خطاش است. اینجا بعد اقبال شمسیه و میگوید بحث خانه از آن شروع شد که به دوگانه‌اش باور کرده همراهی و سندهای خانه را به بانک گذاشتند. من وقتی کارمون با کار میکردم اومد که من با گفت هم خیلی خانه در کارو من با بار می آورد. بعد من الانده خیلی وای کرد. من که اینا وابشه عموما نمیشناختم پیش وابشه هم نمیدونستم. گفت که 3 روز با گفت من میرم ترکیه از بار میرم تو با هم بار میبیارم. این زن من 2 مرتبه 3 مرتبه سود شدگی زنک به دادگی. بعد 2 سال به تأخیر رفتن قرض بانک به سود با عریضه دعواگی برای رویانیدن مبلغ قرضی مراجعت می کند. دیگر بس این زنک گریخته رفت و یک کفت کرده و چند بانک خودش قرضدار بود است. کفت کرده و یک عذابه از مسکو آمدن پس اکسیس بانک و یک قپیده وای کردن. بعد از من فهمیدم که این زنک آمدگی بعد از سوای منم دعوا کردم. شکایت این زن در حالی است که مسئولان اسپیتامین بانک با پیشنهاد سندها میگویند آنها در قضیه منزل گناهی ندارند. با همه مقامات مراجعت کرده گفته است که غیر قانونی قرض داده شده است. اینجا حالت غیر قانونی دادن قرض در یگان جا از جانب سود هم نگذاشته باشیم. یک 4-5 سند سودی زیادتر داریم ما که اوی در این مسئله مقصد که قید کرده گذاشتگیان یگان جا مثلا این تصدیق خود رو نیافته است. با تاکید نماینده بانک شمسیه و با دست خود سندهای خانه را به بانک گذاشته خودش در این عملیات قرضی رسما گرفته است. آنها میگویند مبلغ را کی و چگونه استفاده برده است مشکلی بانک نیست. سر وقت برنگرداندن قرض بانک و دادگاهی شدن بحث منزل‌های به گرو گذاشته یکی از موضوع‌هایی است که مسئولان بانک‌های کشور را نیز نگران کرده است. برخی از مسئولان بانک‌هایی که به بحران دچار شدند میگویند باز پس ندادن قرض‌ها و یا سرکشی از پرداخت قرض یکی از عامل‌های اصلی به مشکل مواجه شدن بانک و حتی مفلس گردیدن این مؤسسه‌های مالی شده است. و بینندگان عزیز فرصتی که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. تو نشر صحبت و برنامه‌های نو در هفته آینده شما میتوانید از وبسایت رادیو آزادی با خبرهای تازه تاجیکستان و جهان آشنا شوید. کانال ما در یوتیوب با نام آزادی ویدیو است. نوار و گزارش‌های جالب در آنجا گذاشته میشوند و اگر میل داشتید از صفحه‌های ما در شبکه‌های اجتماعی نیز استفاده کنید. در 2 روز آینده استراحتی با فراغت داشته باشید تا ملاقات نوبتی در هفته نو.
خدا نگهدار. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is